خوشی رو گوش کنین. سه شریف های افغانستان در مزار شریف، در ازبکستان بخارای شریف، در تاجیکستان ما درغ شریف. امروز عید است برادرای عزیز. در این دهه تمام مردم دهه در کجایی که برن همه اومدن. خیر خداوند بزرگی بد نکنه، خداوند خودش نگهبان باشه، همدردی ما رو قبول کنید. مردم درغ شریف خداوند نگهبانتون باشه. асфальт кардем, роҳ беҳад вайрон буд. Сел мефурод. Ҳамҷи ба 7 сол то 15 сол як бор сел мефурод. Ҳамин сел мезанад. مردم درغ شریف همدردی میکنیم. خداوند خیلی شکر بگیم که تلفات جانی نشیده، نیکیم چقدر که دیده ایستادیم. راستیگه ما جایی که جای سیل زدگیم همه جای اجاره گشتگیم. دوستای زیاد دارم، هم خدمت هم هستای، کماندیرام هستای و فاروق نیمت دوستی عزیز ما هست، هم کسبی ما، هم کاری ما. و ما یک بار رفته 2 روز و 1 شب در درغ شریف گشتگیم با دعوت صاحبکاری وطنی سیمرود دولتوف. مهنت‌های خوب کرده بودن. خیلی جایی که هم سیمرود دولتوف مهنت کردن، هم خلق مهنت کرد، اسفالت کرده بودن، سنگپوش کردگی بودن. ببینید که چقدر مقصد خیلی طبیعت های طبیعت همی خیلی بیهوده نفتیم. طبیعت روزی گرم و سرد دارد. میبینی یک روز گرمه، یک روز میبینی سرده، یک روز سیل میگه، یک روز خیلی خداوند امروز نشانتیه. نیکیم خیلی زیق شدیم. باور کنین این مهنت، کسی که مهنت میکنه به قدری کار آماده مهنت کش میرسه. باور که خینه. خیلی خداوند بزرگی بد نکنه، خداوند خودش نگهبان باشه، همدردی ما رو قبول کنید. مردم درغ شریف خداوند نگهبانتون باشه. محمد عبده و رسوله، لا اله الا الله محمد رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد عبده و رسوله، لا اله الا الله محمد رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد عبده و رسوله. پروردگارا لا اله الا الله محمد رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد عبده و رسوله. لا اله الا الله محمد رسول الله. پروردگارا اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد عبده. لا اله الا الله محمد رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد عبده و رسوله. استغفر الله العلي العظيم، استغفر الله العلي العظيم. لا اله الا الله محمد رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد عبده و رسوله. پروردگارا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. پروردگارا استغفر الله العلي العظيم، استغفر الله العلي العظيم، استغفر الله العلي العظيم، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. يا أخي پروردگار خونه شهرهای پروردگار مصیبتی هسته. پروردگار خدا لا اله الا الله، لا اله الا الله. Ama Simoya Khan. Usbeste!
سبحان الله لا اله الا الله محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده ورسوله لا اله الا الله محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله ماشین بود ماشین ای سبحان الله ای سلام دوستان عزیز. درق یعنی دری که روی دو طرفه میشه کشود میشه اون طرف انا میخوام انا معنی همین ده همین این درای دور قدیم دیدم برادر درای دور قدیم انا خیلی بودم یا همش قدیمیان انا که همین طرف میبرم با بالا رو نشون میده که نشون میده انا چو همون برفا دو میریم بودیم چهار طرف انا خیلی که چهار طرف رفتیم. السلام علیکم. تلویزیون با تماشا میکنم منم میگم دوست مراد ای دو درجه این میگی جاویدش همین بچه یکی فیضلی جاوید دراشون ستاره چه داره اینو ببین داره خوش جاوید دراشون رقم داره این ستاره این خانم تو گاب نشینه دیده برادر یک منظره عجیب میبینید اومدم میگم من شما زنده با توجه گاب نیست این امروز شما چندین دوستان شریف این حال به درق مسجدش اومدن و یک گپتون میگم خوش رو گوش کنین. سه شریف های افغانستان مزار شریف، در ازبکستان بخارای شریف، در تاجیکستان ما درق شریف انا میگه. بسم الله الرحمن الرحیم. کاندر کارو رو ببین در این دهه دوردستی مو ماشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اینو برادران عزیز تماشا کنید. حلاوت ببرید. این درونش 4-5 سال پیش به اتمام رسید. این بعد بیرونش تا الان اینجا الان قرار از این طرف با سایه شد. این چیز قدیمش نمیده بعضیش ببینید اون نقش قدیمش هست نه این طرف این همون اما گل پیشش که دوره بخارا از بخارا یک بای بخارا پول میتر در همینجا اصابه که رفته بای بوده 3 سال خودش رفته میاد مسجد سلام در همینجا برای مسلمان ها در همینجا نماز خواندن. در اینجا بینید نویسته است عمل مقصود نقاش 1370 سال هجری. اگه چند سال میشود تو وزیران 1300 حساب کنی 1400 شده یا چند است 1400 چند است حساب کنی 1300 چند سال این زیاده از 130 بعد از بیرون عمل استساقی بای نجار این استاد که چوب دستش ساقی بای نماش است اینش عمل استراجب بای نجار اینا نماش نویسیدن در درون هم هست درون پیشتر از این استاد همه استایی که همین نقش نگار کردگی زودای همینجا بودن نه اونا از همون سمرقند بخورا سرافشان اومده این همچنان که نویس خشون کردگی بودندگی بنا میخشونه معمار میگن چی میگن معمارا امارت معمار اینجاش قدیم پیشتر پوشیدگی بعد این بیرونش بدتر اینجا مسجد 5 وقته ها بابا ملا جمعه عمل استاد الغفار برای استاد الخالق نجار عمل استراج بای نجار 1313 اونجا 17 بود
اینجا 4 سال پیشتر 4 سال پیش بله. در اینجا هم هستم. اینجا بعد شهر عمل استاد بابا جان نقاش اینجا استاد بابا جان نامش نقش نگاری کرده. این ستینا که بینه ستینا خودش هستن. بعد بروش روشن کرد. همین 1000 چند 1314 ها 13 ساختگی همین ستونا همون سال 1300 عیناً گلکاریش هم همون چیزه. همون این خودشون ها یگان چی نیست از اینا امروزا بقوت هستن. این همین کندکاری های بالا هم هست که همش هم مهنتی دست نه اینو نقکاری نیستن اینو نقکاری نیستن اینا اون چیز همون گل هم پیش وقت استاد امروز ما نقاش هستن گفتن همین سیستم میشه امروزا کرد آدم کردن نمیتونه چی خیلی همون کله همون کردگی ما که خیلی خدمت کردیم اصلا دوستان عزیز در درغ شریف بسیار تاریخی کلونی قدیما داشته که عیناً جایی که همون وقت زمان مسجدی که تا حال نگاه کنه هر یک نفر هر یک مهمون میاد حتما میخواد که تاریخ شدن بیاین استاد سلام علیکم بیاین بابا یک دست مبارک نگیریم خودشون باشه همین از همین بای خودی همین خلق باشه که همین خلق هم یک بای نیکی دارن آخه همین خلقای ما بسیار مهمون نوازن بسیار آدمای با معرفت هم بسیار آدمایی که هستن که همین گویا در همین وادی رایون عینه همین بهترین قشاق همین موهای پیشتر هم درغ شریف گفته و این میکردن حاضر هم همین درغ شریف گفته و این میکنن حرمت عزت میکنن بخاطر همین کارا من ممکن که همین قشاق ما با یگون و شده باشد بله خیلی تبریکتون میکنیم پیریکو مبارک باشد شما هم خدای مهربان عمرتون دراز کنه خدای مهربان قدماتون نور گردونه دیم دیار ما با بیاید نور شش خوش آمدید همین هم دوستان عزیز گفتنیم که اولا شکرگزار هستیم که وطن تنج و آباد اینقدر پیشروی شده است. ما میبینیم دیگر دولت را جنگ جدال بگذار همه کسا دعا میکنیم که خداوند اول تاجیکستان تنجی و آبادی کنه انشالله همش میشود همه دههای دوردست ما آباد و زیبا میشود همین خلاصه وطن ملت ما خدای مهربان از جمیع بلای آفت‌های دنیوی نگه داره این پرزیدنت ما به همه زیرسوز تنیسیت خاطری جمع امر دراز پادشاهی بردام عنایت فرمان بازم همین تاجیکستان ما همین زیر گلگوش حکومت و همین متنجی آسوده زندگی الله اکبر ای زنده باشید تشکر یک گلفیان با میگم که دوست آید گرم در آغوش گیر رسم خوبی تاجیکان را گم مکن در همینجا رسم خوبی تاجیکان شما مشاهده میکنید البته الان کی کردیم مشاهده کردیم زنده باشید برادرای عزیز کارخانه کارکردی میوجاتی در رفتیم این برادرها من شما را نشان میتونم این امروز کشاده شوی همین ای برادرها یکی از کشاده شوی این کارخانه این میدرویم این تمام میوه چیسته برای شما برادرای عزیز اینا برای خارجی ها اینا شایدکار سید مراد دولت هم کنند بهترین اینا من یک هم که شما دانشان میتونید ببینید چه کار میکنن چه کار کرد میکنن اینا بکنید یا ای خربوزه باشه اپا جان؟ ای خربوزه اوخه؟ مشته Так, девочки, значит, слушайте. Вот это вот батончик наберем, это наклейки пятерки. Да? Другая упаковываешь готовый батон. аппаратура дидем эна барабара ҳана дӯстои азиз дига ҷои гап нест он дидест ки беҳтарин Фаруқ ҷон дӯсти азиз мо як маълумоти пурра як равшанӣ медод дар ҳамин
دوستانی عزیز اینجا دهه درخ شریف است در ناحیه عینی است. همین کارخانه‌ای که حالا ما قرار داریم کارخانه استاد سیمرغ دولت است. یعنی که آبادی وطن از همین دهه سر می‌شود. با همین قدر دوردستی اینا در عرفیت آخر دنیا نیز نامگذاری میکنن. خیلی دور هستن لیکن همین خیلی آبادی رفته است. همین باعث صلح، وحدت، دوستی، همدیگرفهمی پیش از همه خدمت‌های شایسته پیشوای معظم ملت جناب عالی هستند. کدامی که می‌خواهید به همین دهه بیایید در حقیقت عرفیت‌های خاصه دهه مشاهده کرده میشه. انا اینجا حالا که ما قرار داریم یک از کارکرد میوه و سبزواتی که در اینجا میشود از استاد سیمرغ دولت هستند. خودتون ببینید کارگران قابلیتی از در رفتی برنامه میگم می از زیاده از 25-30 نفر زن میتواند در اینجا با کار دائمی تامین باشد. باز دیگر خوش هم میگم استاد بخدتون ببینید. دوستای عزیز یک کدرک خواستم برای شما بگیرم تماشا کنید حلاوت ببرین. اینا برادرای عزیز اینا نگاه کنید حلاوت ببرین. اینا تمام میوه‌جات ها دیدین برادرها. اینا برادر اینا یک کار پیشوای ما افتخار ما خوش آمدن. میخوایی اینجا جای قلیم بافیش اینا مردم دیگه همه بر بابر هموطن شده زنده باشه. اینا دوستم خوجا مراد رو برو ایستادگی دوست مراد زنده باشی. زنده باش اینا برادر دیدین انا کارخانه که شده شد. انا برادر دوی ماشیونه این یک ماشیونه اینا برادر با پایون در مکتب که شده اشتیان بیمار خونه که شده اشتیان همش هست. یک جای میریم تماشا میکنیم. سلام علیکم. خوب اینه بچه ها خوشحالی مردم بینید. مبارک باشد. As faz e
امروز عید است برادرای عزیز. در این دهه تمام مردم دهه در کجایی که برن همه اومدن. بسیاری مردم مثلا در شهران، در خوجان، در دوشنبه، در دیگر شهرها میگن امروز همه سرجم عید دارن. این خوشحالی دارن. مهمونو رو پیش از گرفته است. این مهمونو اومدن. نه این پرچم هم آزی میکشند. تو عزیز اینجا ده یکم ایتاج توی خونه بالا مهمون خونه با مقصد ساونا و تمامی شوی زمانایی در امی بینایی که شما دیده ایستادین هست. اینا اینجاش میدونین که اینجاش چیه پای بسم الله الرحمن الرحیم کجا میبینید چیه پای ساخته داده هستن. این عکسای شما همراه پیشگاه البته همین چایخونی دنگره من ساخته دید. شما هم که شراب ساخته دید چایخونی دنگره. ماشاءالله. همون کوشونیو نه؟ کوشونیو نه. دنگره که در برون پارک کردگی چایخونه مهمونای انا جناب یولی مهموناش قطع میره در هم من ساخته. پارکی که سومالیا داره بازی کو. من ساخته دید. بازی وایش کردگی نه خرمشهر. دوستان عزیز این هر یک کندکوری که در این داخل می‌بینیم محصول دستی حاجی کمال‌الدین پیری برما و چایخونه دنگره با من بود ساختیم مچتی کندکوری ساختیم اینی بر من چایخونه کندکوری ساختیم و زوبا به سجایی که جناب اولی برنامه میکنن اون رو ساختیم من این ماه ایلا همون به سجایی که جناب اولی برنامه میکنن من ساختیم یعنی با من ساختیم اومده شما سال 2010 همینا من ساختگی دوستان عزیز از کدام سال باز من از سال 1976 این جانب استا من قریب 40 سال باز است که استا در همین دهه خودمان بسیار امارت‌های نفس پوشیدم بیرون از ناحیه و جمهوری و ولایت‌ها و تمام همین ولایت‌ها و من گشتگی. حاجی کمال‌الدین استای کندکار. ما ایر باور که ببینی حلاوت بوده. زنده باشه بگوی دستاتون در بنامید. زنده باشه. خیلی در اومدیم تماشا کردیم دیدم که همه کندکاری‌ها را دیخون بچه زو بینی باور کرد یک جهان تشکر به همه مردمان وطن که خیلی پیشرفت میکنن خیلی عبودی اینا باید بروریتون
حتما همیشه با ما سراغ کنم با رویم این صدها سایکور دیگر حواسمند شده انشالله در دیگر گوشه‌های وطن خدا خواهد سلامت خدا باشید. خواهد رحمت من این کراواتای بیرونم مسئول دست خودم اینه خروتو. استاد کندکار چخیل شما؟ سلامت باشید زنده باشه زنده باشه. من اینجا میدارم اینجا بیمارخونه. اینجا همه مهمانا رو انتظارن. ما پیش این مهمانا الکی اومدیم یک منوار میگیریم. اینجا اینا همه نو شد. اینا برادرها خیلی دیده ایستادن، همه زمانوی و طلبات زمانه جوابگو. اینا همه مهمانا رو انتظارن. ما الکی پیش این مهمانا اومدیم. اینا چی نیست گه؟ بینای بیمارخانه منطقوی دهه در خیلی برای تعمیر کردن همین بینیات این بدونه که تعمیر شد زمانوی شد. اینا؟ اینا برادرها بیمارخانه رو بینید در بالا که های او طرف که های همه جا که های ایسی که گرد به گرد که های بینی که ها در اینا برادرها دیدین اینا خیلی نختان همی دیدین حلوات ببرین اینا اونایی که از دل خواه جای وطن عزیز تاجیکستان میان مهمانداری میکنن. اصلا آداب مهمانداری حرمت عزت حلال آداب با معنی درکی بهترین چیزا اینجا قوم کی باشه همراه قوم یک صحبت کنیم یک شخص متصدی بیا با خودتر میشن این دارو بانگارو گفت سلام علیکم اسم شریفش با که امروز برای قدم مردم شد اکا شورا یکم دیگه ما میگیم چی داره این؟ آش چند کیلو زدگی؟ 40 کیلو برای مهمانایی که از دل خواه وطن عزیز امروز مهمان شدن در وطن شما. این ایش چی؟ ایش گوش بریونه این سه کپاش امروز توی مهمانان عزیز با اجازت شما در وصف پیشوای ملت قرائت شعر داریم. نه برادر عزیز گشاده شوی بینید نه کلی مردم دیگه در لبانشون حرکت خنده اینا آمدن دیگه یه قولیم بافی فراد جان این قولیم بافی بسم الله الرحمن الرحیم میره قرار دختر کو خیلی مفید بهترین خودی چند تا جای کارش رو اینجا بفرمایید باش همینجا برو مایی که شده شوی الان میشه برده پرچم
از اینجا را مکتب اینا اینا برادرها مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 5 اینا برادرها این بهترین Aslan aslan. Gel bro. Yine bana o. خرسندی خلق دیده مرا داره همه سرجم اگه پرچم هم بکشن روزی نه مرا داره پرچم کشودن دنگه همه خلق سرجم اومده گه اینه درخ بیمای بالا برام بالا شما که کنم پرچم شکلی میکشم بینید این دوستان عزیز این آمده اینجا این ها پیش اخبار تماشا کنین و پیش های کانالی ما فقط های دور میبینین اینا اینو پیش میبینین پرچم در حالتی برآمدن اینجا زنده باشه وطن تاجیکستانی آزادی
برادرای عزیز 45 متر بلندی های 45 متر بلندی انا 12 متر اما پرچم خود شد 12 متر اما لطه پرچم هایو بلندیش 45 متر انا میخه انا افسوس که امروز آفتابی های شمال نیست پرچم وای نشد شمال نیست وای شمال قطیبه دوستان عزیز مکتب شدم این اینجا اومدم این پرچم در اون بالا فابریکه قالین بافی و مقصد میوه و وای اینجا این در آخر میان اینجا اونجا توی کودکای خدمت توی کدگان تشکر میگیم همون برادرای صاحب کارو ده سربلند باشن خدا سفرم خیلی صاحب کارا زیاد شوند که تاجیکستان مونه همه وقت آباد کنن این یک آبادی یک گوشه وطن مونه آباد کردن اینا هم مجده هزار آمد کسی که همینجا دست کمک درست کرد همین دههای دوردست آباد کردن همشون هزار آمد واقعی سربلند خون آباد باشین زنده باشه خداوند نگهبان همه زنده باشه زنده باشید دوستان اینجا برای بپرستارو ها خدمتوی آفرین